قدیمی ترین و منسوخ ترین ایده‌ای که هنوز خیلی دنبال میکنن اینه: برو مدرسه، یه شغل پیدا کن، سخت کار کن، پول پس انداز کن، از بدهی خارج شو و برای بلند مدت توی بازار بورس سرمایه گذاری کن. اما سوال اینجاست: چرا باید پول پس انداز کنی وقتی دارن هزاران میلیارد تومان پول جدید چاپ میکنن که پولت بیارزش میشه؟ فاصله بین اون 1% بالای جامعه با 99% باقی مونده خیلی زیاده. باید یه قدم به عقب برداری و تصویر رو بزرگتر ببینی. ماجرا فقط پول نیست. تو وجود هر کدوم از ما یه آدم فقیر هست. هنوز یه آدم فقیر توی من هست. یه آدم طبقه متوسط هم هست که دنبال امنیت و حقوق ثابت ماهیانه است و یه آدم ثروتمندم هست. همه اینا توی ما وجود دارن، ولی اینا رو بهمون یاد ندادن. بهمون یاد دادن بریم مدرسه، یه شغل پیدا کنیم و حقوق بگیریم.